عزیزای دلم، بهتون میخوام امروز آموزش اکبر جوجه رو با سس خوشمزه‌اش بهتون یاد بدم. پس با من همراه باشید. من یه دونه جوجه تقریبا بزرگ، جوجه کوچیک پیدا نکردم. از وسط از کمرش برش میدیم، جوجه رو به دو قسمت میکنیم. اولین کاری که ما میکنیم جوجه هامون رو با زعفران قشنگ با دست ماساژ میدیم. میذاریم این باشه. یک مقدار روغن من میریزم. روغن باعث میشه که بوی زعفران ما داخل جوجمون بمونه. یه قاشق تقریبا، یه قاشق دو قاشق. کاملا من اینو ماساژ میدم. بعدا مرحله بعدی رو دوباره بهتون میگم چیا باید بریزیم. من 2 تا پیاز باید بزرگتر بشه، حالا نداشتم من 2 تا کوچیکو من کاملا خودش من کمی این پوست لیمو رو رنده میکنم، فقط به سفیدیش نخوره، تلخ میشه که مزه خوبی به مرغمون میده. کافیه، حتما این کار بکنید. خب من سیرم 2 تا سیر له میکنم در داخلش. کافیه هم. فقط میخوایم عطر سیر رو. من یکم دیگه هم سیر ریختم، دیدم کمه. کافیه. فلفل قرمز میریزم روش، کمی هم پاپریکا میریزم روش، کمی فلفل میریزم. همه اینا برای من. کمی زردچوبم حتما بریزید برای اینکه بوی زخم مرغمون گرفته بشه. همه رو دوباره ماساژ میدیم، میذاریم یا تقریبا 6 ساعت یا 24 ساعت میذاریم کاملا این مواد مزهش بره داخل مرغامون. پس من اینو میذارم داخل یخچال 3 تا 6 ساعت یا 24 ساعت. 24 ساعت بمونه که خیلی مزهش خوشمزه تر میشه. کاملا ولی ماساژش بدی، روش یه سلفون میکشیم، میذاریم توی یخچال. خب من یه دونه لیمو رو آبشو میگیرم، رو جوجه‌مون میریزم. من اینو الان میذارم توی یخچال. خب من الان میخوام سس اکبر جوجه رو درست کنم. یه 2 تا سیر میخوام، رنده میکنیم با پوسکن، لهش میکنم. خب گردو رو خورد میکنم، له نکنید گردو رو، یه حالتی که زیر دندون بیادش. من 2 قاشق روبم باید داخل این بریزم، ولی چون سفته یکم تو آب رقیقش میکنم به این صورت. روب انارمون یا اگه ترش بود میتونید یکم شکر بریزید ملسش کنید. اگه ملس هم بود که خوبه دیگه. حالا ببینید چه مزه‌ای دوست دارید، مزه ترش دوست دارید یا شیرین، ولی معمولا مزهش باید ملس باشه. اینو حتما باز کنید اول رو انارتون رو، بعدا داخل روی گردوها میریزم. پس گردو و سیر رو به انار رو با کمی روغن زیتون تقریبا 1 قاشق همه رو با هم دیگه قاطی میکنیم. این سس کنار اکبر جوجه است که آماده که شد. وقتی برنجمون آماده شد، مرغمون آماده شد، توی کاسه میذاریم کنار غذامون که هر کی دوست داشت رو غذاش میریزه. خب من مرغمو تقریبا 3 ساعت توی یخچال گذاشتم که میخوام درست کنم.
روغنم هم گذاشتم رو حرارت خیلی کم گرم شده. اگه گرم تمام پیازا رو ازش جدا میکنیم، هرچی پیاز داره جدا میکنیم. مرغ ما الان کاملا مزه‌دار شده. مرغ رو آروم میذاریم یکی کردم بغلش میذارم با در باز با حرارت خیلی کم میذاریم 1 ساعت بپزه. روغن کاملا روش باید بیاره. این من مرغم رو حرارت خیلی کم گذاشتم، دستم دیگه بهش نمیزنم. 1 ساعت بعد بیام نگاه میکنم یا زودتر اگه شد دیدم کمی سرخ شد برمیگردونم اون سمتشم نیم ساعت دیگه بشه. مرغ ما کاملا پخته میشه تو 1 ساعت. روغن ما باید این مقدار زیاد باشه تا توی روغن کاملا سرخ بشه. الان بازم این باید روغن من بیشتر باشه. بعد روغنش رو که کاملا تو روغن سرخ شد درش میاریم، دو طرفش که سرخ شد در میاریم، روی یه دونه کاغذ روغنگیر میذاریم. هر وقت روغن رو این رو هم بریزیم که قسمت‌های موی ما سرخ بشه. روی حرارت خیلی کم همینجوری میذاریم بپزه. خب الان 1 ربع هنوز رو گاز تازه. خب من مرغا رو از توی قابلمه در میارم. بعد میذارم روی دستمال روغنی تا کاملا روغنش خارج بشه. اون یکی مرغم در میارم. خب ما حالا مرغامونه که تو روغن کاملا پخته شده با جوش ریز 100 گرم کره داخلش میریزم. الان باید تو کره مرغای ما سرخ بشه که مزه کره بگیره. مرغمون رو داخل کره میذاریم که یواش یواش با حرارت کم سرخ بشه. خب 1-2 قاشق آب لیمو لازم داریم. کافیه. دو قاشق آب میریزم من تو این 2 سالشو. کمی زعفران، کمی هم پودر سیر میریزم با کمی زردچوبه. اینا رو الان من روی مرغم کم کم میریزم که مرغ سرخ میشه میریزم روی مرغ. ما کم کم این سس رو روش میریزیم. خیلی آروم بریزیم که یه خیلی داغ میشه. من کره کمی از کرارم دارم روی اکبر جوجم میریزم، چون دوتاش تو اینجا جا نشد من یه دونش رو گذاشتم. اکبر جوجه خوشمزه ما آماده شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی از همراهیتون که با من بودید. عزیزای دلم بهتون میخوام این اکبر جوجه محلی خوشمزه رو یاد بدم. با من همراه باشید. اکبر جوجه ما ببینید چقدر گوشتش خوشمزه، پوک نرم شده، بسیار خوشمزه است.